اپلیکیشن ادیت بالاخره لانچ شد. بریم با هم دیگه ببینیم چه قابلیت. وقتی با اکانت اینستاگرامت وارد شی، از این قسمت پایین میتونی اینسایت پیج تو ببینی. روی این قسمت ضربه بزنی کامرات فعال میشه که حتی 4K 60 فریم هم ساپورت میکنه، میتونی تصویر بگیری. تو این قسمت هم میتونی از موزیکای ترند اینستاگرام استفاده کنی. تو این قسمت هم میتونی استیکر بسازی پروژه‌ای که سیو کردی و ازشون استفاده کنی. بعد در آخر وارد محیط اپلیکیشن میشی. از اون بالا میتونی نیم پروژه رو عوض کنی. با این فرشه ضربه بزنی تصویرتو بزرگ کوچیک می‌کنی. از این بغل میتونی صدای پروژه رو میوت کنی یا میتونی نویزش رو کنسل کنی که فعلا زیاد جالب نیست. می‌برم که گزینه بک و فوروارد داره. به کمک اسپلیت میتونی کات بدی به تصویرت. واسه اینکه بتونی ترانزیشن بزنی روی این ضربه میزنی و یه تعداد ترانزیشن آماده داره که بد نیست، کارو راه میندازه. رو پروژه که ضربه بزنی رو قسمت ولوم صدا رو کم و زیاد می‌کنه. از قسمت اسپید هم سرعتشو که فعلا قسمت کاستوم نداره. تو قسمت اجاس هم میتونی رنگ و نور رو میزون کنی که فعلا خیلی ضعیفه. یه تعداد فیلتر آماده داره که بد نیست، کارو راه میندازه ولی تعدادش خیلی محدوده. تو قسمت گیرنسیون هم میتونی در لحظه از خود تصویر بگیری و به تصویر اضافه کنی. یه تعداد افکت آماده داره که اینم بد نیست ولی تعدادش خیلی کمه. به کمک وایس افکت هم میتونی به صدای تصویر افکتای صوتی بدی. به کمک اکسترکت آدیو میتونی صدا رو از تصویر جدا کنی. وقتی روش ضربه بزنی گزینه فید این و فید اوت هم داره که صدای اول و آخر تصویر رو کم و زیاد میکنه. به کمک میرور هم میتونی تصویر رو چپ و راست کنی. به کمک داپلیکیت هم میتونی یه کپی از پروژه ببین. برام به کمک آدیو میتونی موزیکایی که قبلا سیو کردی رو وارد کنی. به کمک ابزار تکست هم میتونی متن به پروژه اضافه کنی. میتونی فونتش تغییر بدی ولی فعلا امکان اضافه کردن فونت نیست. رنگ و استایلش رو میتونی تغییر بدی و حتی میتونی بهش انیمیشن هم بدی. وقتی رو لایه تکست ضربه بزنی یه گزینه داره تکست و اسپیچ، میتونه متن تو برات خودش به کمک هوش مصنوعی بخونه. تو قسمت وایس میتونی رو پروژه صدا ضبط کنی. قسمت اوتو کپشن هم داره که فعلا فارسی ساپورت نمیکنه. به کمک ابزار اوورلی هم میتونی عکس و ویدیو به پروژه اضافه کنی و جاشو تنظیم کنی. گزینه ساوند افکت هم داره که فعلا مثل اینکه فعال نیست، کاربردی نداره. قسمت استیکر هم که داری همون استیکر اینستا رو اینجا هم داری. بعد قسمت مهمش قسمت کاتات. پروژه رو وارد می‌کنی، خودش به صورت اتومات سوژه رو از بک‌گراند جدا می‌کنه و می‌تونی به تصویر اضافه کنی یا جاشو می‌ذاری. در نهایت هم می‌تونی یه خروجی با کیفیت بگیری.